انتظار می رود که ضمن سفر پوتین به تاجیکستان موضوع مهاجران تاجیک هم بررسی گردد. قرار است پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحادیه دولت‌های مستقل وارد دوشنبه شود. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر از تاجیکستان خواسته است که پوتین را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. سازمان زیرین روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو از جمله تاجیکستان بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. در همین حال تاجیکستان روسیه را یک شریک مهم استراتژی خود می‌داند و بنابر نوشته سامانه رسمی خبر روسیه در روی خط شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان در جای یکم قرار دارد. قبل از برنامه با تحلیلگر غربی ادوارد لیمون صحبتی انجام دادیم و نخست از او خواستیم که نظرش را به مناسبت‌های امروزه تاجیکستان و روسیه بیان کند. تاجیکستان یک همپیمان نزدیکترین روسیه باقی میماند و سفر پوتین به دوشنبه به خاطر تقویت این موقع نگرانیده شده است. حمله به تالار کنسرتی کراکوس در مسکو ماه مارس سال 2024 باعث ایجاد موج خشونت‌ها علیه مهاجران تاجیک شد. ولی این چیز مناسبت‌ها را قطع نکرد و با این وجود سفر مهاجران به روسیه ادامه دارد. حجم پول‌های انتقالی از روسیه به تاجیکستان 27% افزوده نزدیک 6 میلیارد دلار یا 43% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داد. یعنی با وجود افزایش تنش در میان مردم هم تاجیکستان و هم روسیه، روابط سیاسی به ویژه رابطه‌های شخصی بین رهبران ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان خیلی قوی باقی میماند و این دو رهبر دراز عمر منطقه با هم مناسبت‌های خصوصی خیلی قوی دارند. آیا از جلسه رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل چرا باید انتظار باشه؟ در جلسه قریب الوقوع اتحادیه دولت‌های مستقل در تاجیکستان انتظار می رود که موضوع افغانستان در اولویت خواهد بود. احتمالاً پایگاه 201 حربی روسیه تقویت داده شود. شاید هم مسئله مهاجران در روسیه و هم جنگ ادامه یابنده در اوکراین مورد بررسی قرار گیرد. مسلم است که هر دو کشور به هم نیاز دارند. به شبهه تاجیکستان از روسیه از لحاظ اقتصادی وابسته می باشد. مثلا در بخش سودا که پارسال تا 17% افزوده است. اینچنین در بخش سرمایه گذاری و انتقال های پولی و یاری های نظامی و امنیتی که روسیه به تاجیکستان فراهم می کند. ولی روسیه هم از تاجیکستان وابستگی دارد. تاجیکستان یکی از کمترین همپیمان ها است که کشوری است که ولادیمیر پوتین با آن می تواند سفر کند. کشوری است که او می تواند در آن ادعا کند که یک قدرت بزرگ است. از لحاظ اقتصادی هم روسیه وابستگی های دارد چون روسیه همانو به بازار کاری از آسیای مرکزی بخصوص از تاجیکستان احتیاج دارد تا که چندین شکافی های را پر کند. روسیه که بحران دموگرافی دارد و سطح مرگش زیاد و تولدش کم است به مهاجران نیاز دارد. یعنی هر دو جانب به هم احتیاج دارند و ما باید انتظار داشته باشیم که سفر پوتین به دوشنبه به خاطر تقویت این مناسبت ها و ادامه شریکی بین دو کشور صورت میگیرد. تشکر. ادوارد لیمون تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.